پایتخت لاتویا شهر ریگا در قیاس با آخرهای سالهای 1980 رنگی دیگر دارد. آن زمان در عرصه فروریزی اتحاد شوروی و مبارزه برای صاحب استقلالی جماهیر این اتحاد، رابطه عاشقانه میان یک جفت ظهور نمود که تصور کردن آن آسان نیست. من یک ملتگرای لاتویایی و فعال زیست محیطی بودم و شوهرم سابق کارمند KGB. اگر یک شخصی معمولی می بود شاید من عاشق شوهرم نمی شدم. قصه از آن شروع شد که در سال 1988 اندا تسیلم را به قرارگاه KGB در ریگا دعوت کردند. او وقت زیاد را در بازپرسی های مفتش الکساندر خالتورین صرف می کرد و مادر اندا از این حال نگران بود. دخترم گفت که الکساندر در کمیته دولتی امنیتی ملی کار میکند. من لال موندم. گفتم اندا شاید تو هم کارمند این کمیته هستی. شاید آنها تو رو هم جلب کردند. در اصل به الکساندر امر دادند که همین کار را کند. او اندا را به نزد ساحل برای سیر و گشت دعوت نمود. آن روز را اندا هیچگاه فراموش نخواهد کرد. او کارش را در اولهای ماه ایون شروع کرد. ما به ساحل رفتیم. در آنجا با هم صحبت کردیم. من خوب در یاد دارم که روزی گرم بود و من در تن لباس آبازی داشتم. در یادم هست که با تمرین جسمانی توانستم توجه او را همچون مرد به خود جلب کنم. حس کردم که او رومئوی من است. الکساندر نیز در نسبت اندا حسیات همسان داشت و ماه سپتامبر سال 1989 آنها با همدیگر ازدواج کردند. بعد از یک سال شناسایی با اندا وی KGB را ترک کرده به مبارزه برای صاحب استقلالی لاتویا پیوست. اما این تصمیم برایش گران افتاد. وقتی سال 1991 لاتویا صاحب استقلال گشت، الکساندر فرد بی‌کشور شد. او چون آدمی KGB شهروندی نداشت و نمیتوانست شهروندی بگیرد. ما کلان رابطه را با بیشتری دوستان نزدیکمان قطع کردیم. آنها در پارلمان قرار قبول میکردند. همان قرارهایی را که او را از گرفتن شهروندی محروم کردند. او میترسید به مسکو برود چون باوری داشت که حبس میشود. الکساندر هرگز به روسیه برنگشت. او اول به حیث پلیس و بعداً در بانک کار کرد. این جفت پسری را با نام کاستیا فرزند خواند. اندا و الکساندر 24 سال تا آن دمی که الکساندر در سال 2013 از بیماری سرطان درگذشت همراه بودند. او را در نزد مادرکلان همسرش دفن کردند. او گمان داشت که اندا را به منفعت خود استفاده می کند، اما کار برعکس آن انجام پذیرفت.